مجازات ملا. روزی ملا نصرالدین کار خطایی انجام می دهد. او را نزد پادشاه می برند تا مجازاتش را تعیین کند. پادشاه برایش حکم مرگ صادر می کند، اما به او می گوید اگر بتوانی در مدت 3 سال به خرت سواد خواندن و نوشتن یاد بدهی از مجازاتت می گذرم. ملا نصرالدین هم قبول می کند و مأموران حاکم او را آزاد می کنند. دوستان ملا به او می گویند تو چگونه می توانی به یک الاغ خواندن و نوشتن یاد بدهی؟ ملا نصرالدین می گوید امیدوارم در این 3 سال یا شاه بمیرد یا خرم. روزی ملا نصرالدین کار خطایی انجام می دهد. او را نزد پادشاه می برند تا مجازاتش را تعیین کند. پادشاه برایش حکم مرگ صادر می کند، اما به او می گوید اگر بتوانی در مدت 3 سال به خرت سواد خواندن و نوشتن یاد بدهی از مجازاتت می گذرم. ملا نصرالدین هم قبول می کند و مأموران حاکم او را آزاد می کنند. دوستان ملا به او می گویند تو چگونه می توانی به یک الاغ خواندن و نوشتن یاد بدهی؟ ملا نصرالدین می گوید امیدوارم در این 3 سال یا شاه بمیرد یا خرم.